سلام به همه. با قسمت بعدی آموزش نرم افزار اتوکد در خدمتتون هستم. بریم و نرم افزار رو باز کنیم. قراره یکی از این شکل ها رو بتونیم بکشیم. اگه ابزارها رو یاد بگیریم میفهمیم که تمام اشکال از یک سری چیزهای محدود درست شدن. مثلا اینجا رو دقت کنیم، مثلا این اکثرا خط دایره است و چیز خیلی خاصی نداره. پس ما ابزارها رو یاد بگیریم میتونیم اینها رو خیلی راحت بکشیم. پس بریم سراغ آموزش نرم افزار و ببینیم چه امکاناتی داره. نرم افزار رو باز میکنیم و حالا اگه برگشت بزنم این اصلا یه فایل جدید باز کنم و ذخیرهش میکنم توی حافظه. اینجا میذاریم اوکی و اسمشو میذاریم مثلا نیو فایل. حالا شما اسم خودتون رو قرار بدید واسه فایلتون. خب الان آماده کار کردنه. بریم سراغ ابزارها. قسمت درا رو اول، یعنی ترسیم، اول اینو آموزش میدم و کارهای مختلف. میتونیم چیزهای مختلفی رسم کنیم. نگاه کنید، ابزارهای مختلفی در اختیار ما قرار میده. ساده ترینش ابزار لاینه که وقتی ما یک خط رو میکشیم یک نقطه شروع از ما میخواد. نگاه کنید اینجوری میگه طوله. نگاه کنید شروع رو گرفتیم، میتونیم دوباره تغییرش بدیم هر جایی که خواستیم. فقط کافیه روش کلیک کنیم و نگهش داریم. میتونیم جابجا کنیم. طول خط رو به ما میگه، مثلا ما میگیم 10 100 مثلا 1000 قابل دیدن باشه و یک زاویه از ما میخواد. من میزنم مثلا 60 درجه. میکنید خط رو خیلی قشنگ برای ما میکشه. اینو بگم که میتونیم رنگ رو عوض کنیم هر وقت بخوایم. مثلا سبز بذارم اینجوری، خط بعدی رو با رنگ سبز میکشم. بزنم اینجا 1000 و زاویه 30 درجه مثلا. خیلی راحت میتونم خط بکشم. بریم سراغ ابزار بعدی. میشه ابزار دایره کشیدن. من اشتباه زدم اینو. ابزار دایره، سرکل. ما یه نقطه مرکز از ما میخواد و شعاعش رو میزنیم مثلا 500. خیلی راحت برای ما یه دایره میکشه. رنگش رو عوض کنیم، بریم یه رنگ دیگه. رنگ سبز خوب دیده میشه و سفید. ابزار آرک یعنی قوس. یه اطلاعاتی که در مورد آرک باید داشته باشیم اینه که قوس ها اگه یه دایره‌ای باش داشته باشیم یه قسمتی ازش انتخاب کنیم، مثلا از اینجا تا اینجا، به این میگن یک قوس. تمام ویژگی های دایره رو داره. یعنی اگه مرکز دایره اینجا باشه مرکز قوس هم اینجاست. اگه شعاع داشته باشه دایره، قوس هم شعاع داره. اگه دایره قطر داره این هم میتونیم براش قطر تعیین کنیم. یعنی تمام ویژگی های دایره رو قوس ها دارن. پس فقط قسمتی از دایره هستن، ویژگیشون اینه. بریم یک قوس بکشیم. واسه کشیدن قوس دقت کنید قوس ها مثلا همچین چیزیه. یه نقطه شروع از ما میخواد، یک نقطه پایان و بریم در عمل ببینم. بکنید نقطه اول رو میزنم، نقطه پایان رو هم میزنم، وصل میکنه به هم و کافیه نقطه وسط رو بزنم. میتونم وسطش رو
تغییر بدم. ببینید اگه بیارم روی این درجه قسمتی از دایره است. اگه 180 درجه باشه نیم دایره میشه کامل. این درجه‌ای که اینجا کشیده الان 163 از نیم دایره کوچیک‌تره. اگه بزرگتر از 180 باشه ببینم تغییر بدیم. نگاه کنید یه آرک دیگه بکشم که یکی اینجا یکی اینجا و یکی هم اینجا. حالا تغییرش میدم که بیشتر از بیاریم اینور. بکنید وقتی بیشتر از 180 باشه یعنی از نیم دایره بیشتره. یکی هم میمونه شعاعش. میتونیم شعاعش رو انتخاب کنیم که دست خودمونه. پس آرک شعاع داره و یه زاویه. طبق هر کدوم از اینا میتونیم قوس رو بکشیم. مثلا من یه قوس میخوام که شعاعش ببینم چیه دقیقا، بزنم از اینجا تا اینجا و ببینیم شعاعش. نگاه کن کمترینش دیگه اینه که مساوی بشه با زاویه 0 درجه و شعاع نصف فاصله اون دو نقطه. بکنید وقتی من میزنم شعاع داره بزرگ و کوچیک میشه. از یک حدی دیگه کوچیکتر نمیشه قطعا ولی بزرگتر میشه. حالا من بزنم مثلا کوچکترین حدش فاصله این دوتا خط، این میشه کوچکترین حد شعاع. هرچی من پس از 2005 باید بزرگتر انتخابش کنم حدودا. من میزنم 2100. بکنید بیاره ما کشید. حالا اینو تغییر میدم، اینو میذارم روی 180 درجه. 180 کاملا برای ما نیم دایره کشید. شعاعش هم به ما میگه که 2003 واحده. اینو کشیدم. بریم سراغ ابزار بعدی، رسم مستطیل. توی رسم مستطیل یه نقطه شروع از ما میخواد. شروع رو انتخاب میکنین. یه ارتفاع من میذارم مثلا 500 میکنید و یک عرض میذارم 600. مستطیل رو برای ما خیلی راحت کشید. ابزار بعدی میشه کشیدن بیضی. ببینم بیضی چی میخواد. نقطه شروع بهش بدیم، میگه طول و زاویه. مثلا طول رو بگیم 1000، زاویه رو بگیم 30 درجه. الان اینجا نگاه کنید میتونیم اینو این خط بکشیم. نگاه کنید زاویهش دیگه تغییر نمیکنه، توی این خط حرکت میکنه فقط. هر کاری کنیم بیضی ما توی این مسیر حرکت میکنه. بریم یه بیضی بهتر بکشیم پایین تر. من میذارم نقطه شروعش رو مثلا اینجا، زاویهش رو بگیریم 90 درجه که به سمت بالا حرکت کنه. ببینم اینجوریه 1000 و زاویه 90. اوکی. حالا میتونیم پس اونایی که زاویه 90 به افقی چیز میشن، کشیده میشن. هرچی هم ما تغییرش بدیم فقط به افق کشیده میشه. و اونایی که زاویه 0 احتمال زیاد اینجا رو بزنیم، همون 1000 رو میزنیم و زاویه 0. اینا دیگه احتمالاً به بالا پایین کشیده میشه. نگاه کنید. پس هر زاویه که بخوایم، این هم طولش، این هم از بیضی. بریم سراغ ابزار بعدی، اسکچ. میشه کشیدن با دست. میتونیم راحت با دست بنویسیم هرچی میخوایم و
ابزار بعدی نوشته اسمارت پن، مداد هوشمند. میکشیم تشخیص میده شکل‌ها رو حدودی و اونا رو کامل میکنه. مثلا دایرهش خوبه، مثلثش فکر نکنم کامل باشه، انتظار داریم بفهمه، ولی خب زیاد استفاده نداره اسمارت پن. و بقیهش دیگه فکر کنم این ابزار میاد یک خط رو بهش میدیم و بکن تعداد میتونه به چند قسمت برای ما تبدیل کنه. مثلا میگیم 3 قسمتش کن. اون خط رو ببینم انجام داد یا نه. یه خط باید بهش بدیم. اول یه خط بکشم از اینجا تا اینجا، مثلا میگیم این خط رو 3 قسمت کن برای ما. حالا کجا 3 قسمت کرده باید پیداش کن. که بعداً تو دل کار احتمالاً بتونیم ازش استفاده کنیم. فعلا نمیدونم چجوریه. این شد ابزارهای این قسمت که تقریبا مونده یکیش تکسته که میذاریم روی صفحه و میتونیم یک متنی رو بنویسیم، مثلا هلو، میتونیم جابجاش کنیم. این ابزار قسمت درا بود، رسم کردن. واسه این قسمت هم کافیه و فعلا خدا نگهدار.